سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. دوستان در خدمتتون هستم با آموزش باز کردن دسته چراغ برای تعمیر. هم آموزش باز کردنش رو میخوام براتون بذارم، هم تعمیر کردنش. من که یه دونه تک میزنم کنید نور بالای ماشین روشن نمیشه. بعد اینو بیارم یه خورده عقب‌تر تا نور بالا روشن بشه، در صورتی که بعد روی این حالت روشن بشه. یه زمان میخواید نور بالا بزنید. بریم که باز کنیم بهتون توضیح بدم. دوستان من از قبل چون که گوشی روی پایه نیست و تو دستمه، این قاب فرمون رو وا کردم. این قاب رو باز میکنید. 4 تا پیچ داره کلا، اگه مشخص باشه. یه پیچ این قسمت داره، یکی اینجا و 2 تا هم این ور داره. خب اون پیچو که باز میکنید این قاب کلا جدا میشه. بعد از اینکه این قاب جدا شد، یه 2 تا پیچ هم این قسمتش داره که من از قبل باز کردم. 2 تا پیچ ستاره میخوره. اینم باز میکنید. این به صورت اینجوری ریلی میاد عقب. اینو که آوردید عقب، پشتش 2 تا سوکت داره. سوکت ها رو هر کدومشون یه دونه پیم اینجا داره. این پیم رو باید بگیرید، سوکت رو بکشید تا باز بشه. این یکی هم همینجوری. خب همونطور که میبینید این قسمت یه دونه پیم داره. این پیم رو فشار میدید رو به داخل، سوکت رو در میارید. بعد که در آوردید سوکت رو، این قسمت 4 تا خار داره، هم این ورش هم این ور. یه دونه پیشگوشتی 2 سوی ریز، یه دونه پیشگوشتی 2 سوی ریز برمیدارید. این قسمت میذارید، اینو یه خورده اینجوری چیزش کنید. همونطوری که میبینید این قسمت پیشگوشی رو میذارید، یه دونه اینجوری میکنید، این خاراش در میاد. این ور که دار بردید، این ورم به همون شکل. خب این خاراش در میاد. فقط مواظب باشید این چیزاش در نره. خب و مواظب باشید این فنر داره با چیز اینا در نره یه زمان. البته بیفتم زیرش یه دونه فنره. این فنر رو اول میذارید. فنر افتاد. این فنر رو اینجوری میذارید اینجا، این قسمت. اینم زیرش چیز داره، اینم اینجوری میذارید. خب بچه همونجوری که میبینید این قسمت اینجا برای نور بالاه. وقتی اینو یه دونه فشار میدید این اهرم میاد بالا. اگه مشخص باشه توجه کنید، این اهرم میاد بالا. خب اینو یه خورده با پیشگوشتی، حالا اینجاشو اگه چیزی گرفته یه ذره اینجاشو تمیز کنید. میایم اصل کار این قسمت. این قسمت رو اینجوری که جا میزنیم این چیزش میشه برای همین نور بالا. خب اینو توجه کنید، یه خورده برآمدگی هم داره، همین برای نور بالا. این قسمتشو باید تمیز کنید قشنگ که چیز میکنید این بهش بگیره. اینو تمیز میکنیم قشنگ. با دستمال پاکش میکنیم. بعد از اینکه پاک کردید این قسمت رو، پاک کردید، اینو یه خورده نها کنید، از بغل نها کنید، یه خورده بیارید رو به بالا. یه خورده، انقدر لازم نیست، یه خورده بیارید رو به بالا که وقتی چیز میکنید اون به این بر بخوره که نور بالا بزنه. یه کوچولو بیارید بالا، اوکی. بعد مجدد برای بستنش اینو به این صورت، این قسمتی که چیز داره بعد بمونه اینجا، اینو به این صورت میذارید این رو، یه فشار کوچیک میدید جا میخوره، کامل همه خارش جا خورد. بعد از اینکه اینو جا زدید، خب این سوکت ها رو، این سوکت سفیده میخوره به اولی، این سوکت هم به همین شکل فشار میدید جا میخوره. بعد که جا خورد اینا رو رد میکنید که بره سر جاش.
بعد دوستان اینو همون جوری که ریلی در آوردید اینو میارید قشنگ همین قسمت دوباره همون جوری که ریلی در آوردید ریلی هول میدید میره داخل. رفت داخل این پیچاشو میبندید. این پیچای این قسمت رو میبندی. خب اولین پیچ بعدی سانه زاویه دوربین بعده دیگه ببخشید من با یه دست دارم با گوشی فیلم میگیرم، با یه دستم دارم پیچا رو میبندم دیگه، شما به بزرگی خودتون ببخشید. من این پیچا رو بستم، ادامه فیلم رو براتون میگیرم. خب بعد از اینکه پیچا رو صفر کردید الان یه دونه تست میکنیم ببینیم که درست شده یا نه. خب بله همونطور که میبینید الان دیگه کامل روشن میشه. الان دیگه در حدی اوکی شده که من یه خورده نیازی نیست کاملا بیارم عقب، یه کوچولو میارم عقب چراغ روشن میشه. ببینید دیگه نیازی نیست این ته بیارید. بعدش هم که دیگه این پیچ این قاب و اینا رو میبندید، همه چی کاملا تموم میشه. یه دونه نور بالای میزون الان دارید.